استان اصفهان. اینجا کارگاه قلمکاری استاد مرتضی جعفری که بیش از 50 سال تجربه کار دارن و این هنر رو چیزسازی هم میگن که هنر قلمکاری از 4 رنگ سیاه، قرمز، آبی و زرد تشکیل شده که طرح‌های گل و بوته، ترنج و لچکی، کپلپی، پت جقه و درهم هستش که ببینید به صورت قالب و این پارچه‌هایی که دور دستشون پیچیدن و بهش میگن لایرو پیچی که مشت میزنن که ببینید بیش از 10,000 قالب هست که جنس چوب گلابیه و به این شکل با مچ دست ضربه میزنن. بعد از اینکه طرح‌ها زده شد جلو آفتاب میذارن خوش میشه و بعد با بخار 100 درجه این حالت رنگ ثابت میشه. ببینی هنر قلمکاری بیش از 90 کارگاه داریم در محله دریگان و جالبه که این پتوه که رنگ رو به این شکل مشت میزنن.